سلام دوستان عزیز، برادران، خواهران یا قومایی که شاید بعضیش من بشناسه. همین نفری که تپاروی میشه مامای میشه از منطقه چه آرل زده چراغ هسته. اینا اینجا بچهش با ارتبال کم مریض بود دیگه که دیدی چیمش خیلی کم شده بود. باز با کمک یک از خیرین وضعیت اقتصادش خیلی خرابه. تقریبا یک هفته میشه که این دکتر آورده. باز پیش دکتر شلگم که بردیم، این دکتر شلگم گفتی تاریکی چشمشه علت از گردشه. باز شما برین یک معاینه از گردش بگیرین. رفتیم شفاخانه فرانسوی ها. وقتی که معاینه دیدم شفاخانه فرانسوی ها امنی گفتی مریضشون که هسته مثلا شما متوجه نشدین گرداش همزمان از بین رفته. باز ما گفتیم شاید اشتباه کده باشه. آوردیم شفاخانه محمد علی جینا. باز ممی شفاخانه محمد علی جینا ممی که گفت شفاخانه امیری بودیم. این کاغذاش کلا اینجا موجود در شفاخانه که ما بودیم. این شفاخانه امیری است. شفاخانه خاتم النبیین که بودیم کاغذ یادم است. اینجا شفاخانه فردوس بودیم. به خاطر گفتیم یقین مسابقه چنه که واقعا نمی میتر است یا نه، چون که گفت ما از گرده شکایت نداشت که مثلا ما گردیم در از اول بهار تنش مریض بود. پدرش در خانه مثلا نگران میگشت، توانایی را گشتن نداشتیم. سال وقتی غذا میخورد که غذا رو مثلا هضم نمیتونست دیگه، از معده خو از پشت شکایت داشت دیگه. باز اینجا بردیم دکتر میگه کلا به خاطر گردش بوده. وقتی گردش کار نتونسته اینا میده مثلا فعالیت نمیتونسته. اینا شما عاجل باید گرده هایش دیالش شینه یا باید گرده باید اگر واقعا تواناییش دیره پیسه جور میتونین باید دیره پیوند کلیه بدین. گرده بخوین پیوند کلیه بدین. اینا الان فعلا یک هفته شده کابل است. خودشان پیسه ایش نداره. همین مرحلهش که دکتر بردیم با هزینه یک از خیرین از خارج کمک کده همراهشی. به خاطر که از قوماش بوده خبر شده بوده که بچه کم مریض است در اونجی لیش پیسه را یک دکته بچه دکتر ببر. فعلا هم کسایی که از خارج داخل چی خواهر چی برادر مادرایی که واقعا توانایی کمک داره گفتی مردم که مگه اول دست ما به دامن خدا دوم دستی به دامنی قوم و دوست و برال خواهم ندیگن. کسایی که واقعا توانایی همکاری دارین از لطف و از خیر و همراهش همکاری کنین. یعنی عاجل نیاز به کمک داره. وقت زیاد نیه، یک ماه 20 روز بیشتر وقت نده دیگه. دکترم اون روز گفته بود که تو خودم دکتر برده مثلا گفته بود تو یک دو سه روز پاس هزینهش کامل که بیار که ما مرحله دیالش شروع کنیم که خطر ازی بیشتر میشه. باز اینا هزینه هیچ نداره. پیسه همین چیزی که بود در بخش معاینات خلاص کردیم دیگه. نالی خود مامان خود معرفی نه دیگه. می مشکل داره از لطف یک کمک واقعا اگر تواناییش دارین کمک نشون گفتی به خاطر رضای خدا کمک. السلام علیکم برادرای عزیز. چیزی که اینمی خوارزده میگفته اینمی مشکلات از اینمی مشکلات مورد کمک شما برادران از من دسته امروز شما امور که کمک کنید از خیر و توانایی خود ما یعنی میر که یعنی خوارزده قصه در خنجقشون یعنی مشکلات های از ما هسته چیزی که یعنی کاغذ های شفاخانه یعنی میارم اینجا بیخیشی ورق هایش هم اینجا است. ما با کمک شما برادرها و خواهران از من دسته شما باز ما همکاری کنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.